салом дӯстони азиз, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ ва пур аз шодмониҳо бошад. умедворам хушу хушҳолед ва ҳар кадоми шумо паи зиндагии осудаи хеш ҳастед. чӣ хеле ки дар наворҳои қаблӣ шумо дидан кардед, мо дар силсила наворҳои худ аз ҳаёту рӯзгори шумо, аз ҳаёту рӯзгори инсонҳое гузориш ва видеоҳоро пешкаш кардем, ки албатта ба ҳаёти мову шумо бетаъсир нест. имрӯз дар ин барнома низ мехоҳем ҳаёту рӯзгори як оилаи камбизоатро инъикос кунем, ки ягона писари ин хонадон дар арафаи тӯи домодии худ фавтидааст. бубинед дӯстони азиз, ҳар кадоми мову шумо бо чӣ орзу ҳавасҳои неку наҷиб рӯзи висол, рӯзи тӯи домодиву арӯсиро интизорӣ мекашем, ё модар падарҳои мо чӣ қадар барои дидани тӯи домодии фарзанди худ орзупарварӣ мекунанд. аммо имрӯз мо рӯзгори як нафар модари ғамдидаеро мехоҳем нақл кунем, ки дар арафаи тӯи домодиаш, дар арафаи тӯи домодии писараш ба қавли худаш ба ҷои домод тобут аз дарвоза медарояд ва бо ҳамин вазъи оилавии ин хонадон бисёр аз ҷиҳати ҳам моддӣ ҳам маънавӣ танг мешавад ва модар бемор мегардад. ҷавони ноком, яъне домоди ноком, ки пеш аз тӯй аз қайди сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба истилоҳ ЗАГС гузашта буд, Почоев Неъматуллои 21 сола, сокини деҳаи Басманда, ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Диваштич аст. ӯ ягона писари хонадон буд, ки модар падараш пас аз 11 соли интизории фарзанд ӯро соҳиб шуда буданд. ин ҷавон низ мисли дигар ҷавонони мо барои ба тӯи худ сарф кардани маблағ ба Федератсияи Россия ба муҳоҷират меравад ва аз он ҷо бемор шуда бармегардад. ва бубинед, ягона писар баъди оростани тахти шоҳӣ, баъди гузаштан аз сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ вафот мекунад ва умуман зиндагии модар берангу бемазмун мегардад. биёед дӯстон як лаҳза ба суҳбати ин модар гӯш меандозем. انتظار نعمتالله گشتم. خدا دنیا به بیارم گفتم. دخترات به نمیشد گفتن. جدا شو گفتم. جدا میشم گفتم. داداش قبل نکردن. جدا نمیشم گفتم. خب پیشانم ببید از خدا جان بعد 11 سال من به معجزه دو. بعد از 11 سال روی دنیا آوردم. خورزنده 3-4 تا اویله و حتی کنار نداشت. خدا به شکر سالم بود، صحت بود. خدا ما اویله کم بغل از آب راحت کلان شد. 21 سالش. دادم رسی نروه نکن، من خودم رسی میرم گفت. 19 ببودیم، 19 سالگش به رسی رفت. ده ماه کار کرده رسی کسل شده اومد. 10 ماه کار کرده رسی کسل شده اومد. خودش به عروس کردگی بدیم. برای هوای شده داداش وی اومده گشته داداش برفتن وی همین خیل دردی بود که 5 منت 10 منت میگیرد. سرم گفته غیلق میکند، با سر میده داده میزب زهد با میخیزد کارش کرده میگرده. همین خیل 8 من 9 من اول ملاقی کردم. نشد دکتر بغل دیدم، دکتر ببردم. نمیدونم 22 ایول بود. دوشنبه با پرست کشید از سرش. شنت موندن دخترها.
از اپراسکا نقص برآمد. همین که دخترها وایمه دادن. اپراسکاش وزمه میگذرد گفتن از 5 ساعت گفتن تا 24 ساعت دوام میکند. من که گارانتی نمیتیم که این از اپراسکا میبرد. 3 ساعت 40 منوت به 3 ساعت 35 منوت به از اپراسکا نقص برآمد. همه دکترها وقتاشون چاق نقش جواب شده آمد. دکترها مهلت میدادن همین که محل به میبیاییم اون بنشون میدی. 40 روزی را برسا به گشت بیمار کروده شد. کروده شد. وقتی که کروده شد دکترای نزدیک خدا ما بردیم شنت داشت به کله نگرفتن. با دوشنبه رفت همه وقتش وی از شنت از کلش میده به فراوردگی بودن. وقتی که میدهش کشادن شنت بیجا شد. به هوای کسل یک روز این خیلی یک روز این خیلی یک روز این خیلی یک روز این خیلی گشته همه زمستان ماه دکبرش به شنتش کارته شده است. با اپراسکا شد با گشته وای کردن دراز کردن شنتش 3 بار کرده اپراسکا شد. بینیم به گوشت اپا گفت من همین گوشت بینیم هم گیرم خدا خواهد نقل میشم. 4می نمیدونم 4می مرد بود چندمی مرد بود. اولی بهار رفته با گوشت بینش گرفت. 4 بار اپراسکا شد. زمستان شد گشته ماه دکبر داداش رسمه بیان توی میشد عروس میگرفت. زخص کردگی بود. 1 دکبر به داداش رسی اومدن. 3 دکبر برفته. 4 دکبر برفته خرید توی کرده اومد. 2018 بوده. 2018 ها 2018 سالاش کوی قنه میدونم ده. خرید کرده اومدیم. بعد یک هفته خرید کرده اومدن. اما میبینم که چراغش مردگی وقتش چاقنه. میگم چی به این خیل من توی خونه دار میکنم تو اپا چای وقتش چاق شوید این خیل. همین قدر شنتم در میکند اپا کن. گفتم یک بار رفته نشونته گفتم تو خونه دار میشه. چندمی دیگه 12 دکبر با نشونته رفت. دوشنبه 12 دکبر به نشونته رفت. دوشنبه نمیدونم بعد 4 روز بعد نمیدونم بعد 5 روز بعد تلفن کرد که اپا همین عروسم من به تقدیر کردگی نه شما من نمیفهمید. من گفتم این خیلی گپای نگو چی به برای چیز تقدیر نمیکردم. دخترها شنتم میگیرن گفت. من گفتم راضی نشو. نه گفت من راضی میشم همین چیزی بکنه از درنم براد من نقل میشم. بعد از نمیدونم چند روز از شنت گرفتم. من رفته بودم ده. من رفته بودم. پدرش رفته بودم. تا شنت گرفتم. بعد از نمیدونم 2-3 روز شنت گرفتم. بچه کام بغلته. روز 23 دکبر شب ساعت 3 2018 بچم صفر شد. غمی توی خوردم ابا جای کینر تو بیدرم. زخص کردگی بود گو. زخص کردگی بودیم دیا. زخص کردگی. پسرتان تخت دامادشون هم زدگی بده نه؟ تخت داماد خرید کرده بود. هیزماشون بستگی. هیزم بستگی بود که وای هم نوشتگی بودیم آدمای خلق وای. خلقا نوشتگی. بعد خودش هم بود. همین خدمت بود. همون بالنیسی دوشنبه بگذاشتن. بالنیسی چون قربالو با 8 کورپوس. همون جای وای بسر با. شما پیششون بودید؟ من بودم. از اول تو خود. وای همون شون مگریتن یک تا جد وای بودن شلان. همین از جد یک تا وای همون میوزه شلان بودن. حالی گرفتن داولینی پرتو به همین داولینی وای کم مقالته.
یک درست کن باید شد و به همین بندگی کرد. آنجا دکتر ها روزه همش توپ شده اومدن، یک 10 تا 20 دکتر بسمندگی اومدن، کارهای خدا در رو مشورم خد دادم شد، گفتن که هیچ علاج نه، دست ما هیچ نمی بیا. کتی به یک گور کردم، بعد از وی برفتم من خیالات دور دراز بمانده بیمار شدم. 3 سال میشد که من بیمار، دردم اول نیافتم، بعد 3 ماه کسل میافتن که من سل روده بدیم. 4 لیتر آب گرفتن اشکم، از 6 1 لیتر. دوشنبه با 3 و 4 سپتامبر 2000 چند میشه؟ 3 سال میشه. 2 سال 6 ماه شد. 2020 2 روز پی هم بالا همه پرست کشیدم، پرست که وزن میگذشت. سکور با پرست کشیدم، 13 روز اونجا بخور رفتم، انالیز کردن که من رودم سیل شده، مچتون بورا 3 ماه کردم، مشتوم خورم. 4 ماه مچتون بخور رفتم. بعد از 4 ماه خودم جواب گرفته اومدم. من 2 سال 6 ماه میشد که من از اشکمم آب میکشم، آب میکشد میخورده که من همش کشیده میگرفتم، اکن تنگ شد از فقط آب میکشم. پستل ریجه. یک تا دخترچم قدی همین صاحبی سرم با دخترچم هم من زندگی همین خیر چقدر دقت میشد مادر صحت باشد چخیل و کسل باشد چخیل. امروز 3 روز شد بانسی وای با او را کردم، گفتم یک بار خود دلیچنی کرده بیا آبل بانسی خوجان با. امروز 3 روز باز وای برفتگی تبابت با. حساب میکنم 7 سال باز مانداره بانسی با دوشنبه با قرضشو حیات در یک سال باز در دکترخانه به قرض کجا میشه. در دیار دوست پسرم همه قدر که یار دوست خدا بشکر برکه یاون یاردم میکنم. امی خیلی حیات دارم فرزان جان. من دلم ببود که با یاری همین شما بارین ژورنالیستا از شما مصلحت میگیرم برای فرزندم یک تا کتابی خاطره میبرونم. خدا نخواست من بیمار شدم به همین دلنگیم نشد. حالی ما خدای میدارم همین روزی انداخته چشمم شکر میکنم به عدد پرشم. اگر من همین دست خطا خورم نقشم من به یاردم کنید و من یک کتاب خاطره میبرونم. اگر که یاردم پرسه من هم میاردم اول از خدا میپرسم. من به خدا یاردم کنه تو نه که من همین تلویزیون رو میبینم. من بارین آدم به چقه امام علی یاردم میکنم نه که من به نمی بیاد من نمیبینم. گرفتم یکم مایده من خانه نبودم چه بگه داری و تامین نمیکرد. امسال خودم شکایت کردم رفتیم ماشین یافته بیایید گفتم من غنچه میرم سویس من رفتیم شکایت میکنم 108 پول من به هیچ جا به هیچ نمیشم. پشکا کاغذ خشک میبیارن، کاغذ تر میبیارن، دکه میبیارن، مز میبیارن. تبلت کرد والا این به من عصبم با دور میخورم یک اومده پولم نرسه. گوشوش من مخکم همین ماهی وای با همین ماهی یانور دیکا بره با دیکا رفتم یانور بعد خجان رفتی گروپم یکم که 300 سامان پول میگیرن 345 سومون میتیرن پخته کار رفتیم بعد اوبل بال میوای گوشاشون هم همین بعد فرزندتون گذاشتن محرم همش شد. بعد و این وای ضرورت بعد با اون فرزند شد. این اشکام بعد هوا که پیشتر همین به خدا به شکر سیل شده بودن بدتر شد بعد فرزند. اون دکترها هم گفتم همین به خدا به شکر فرزند جان نه که 340 سمقت حاضر همین زمان به حیات کجا میگذره.
این مردک نمیتونن من پرتون رفته یک جا با کار کنم و دختر گوی اگر 21 به در اومد همسین دونه شو کردن خونه دار فرزندار و من خوزه برو مسا دست نمی کنم میگود شو من تو نشوی من شو نمی کنم من حیاتم برای تو گذرانم هم شو نمی کنم میگود نمیدونم حیاتی بای چیز میشه آیلی من آیلی کم بغل بود نه که آیلی گوارا بود من یکون چیز تنقصی نمی کشیدم همه چیزم شکری الله بود خدا همین روز سرم بنداخت 5 سال 6 سال باز من در برنیسه با من همین کسلی خودم با مابین همین 3 سال با 2 بار با دوشنبه رفته اومدم 2 بار خوجند رفته اومدم 2 بار غنچی رفته اومدم همین به خراجت میشه داخل یک تا مردکم به عذاب قین خونه دار شوید میگم نمیگم با من باشد خونه دار شوم اینو برون خونه دار شوند دخترم هم بخشی آود برات خونه دار شود من قسمتم میدانم همش به شکر میکنم پیشونم میدانم زندگی این مادر بسیار حزن‌انگیز است بسیار رحم‌آور و حتی گریه‌آور است زیرا یگانه پسری او در عرفه توی می‌فتد و مرگ پسر آغاز بیماری شدید مادر می‌گردد امروز مادر نعمت الله غورامرگ موجوده رازق و در بستر بیماری است و به عکس‌های فرزندش نگریسته پیوسته می‌گرید علاوه بر درد جانسوز و جانگداز فراق فرزند مرگ فرزند این مادر دوام 3 سال یعنی بعد مرگ پسرش 2 بار عملیات جراحی را پس سر می کند با وجود آنکه از عائله کم بضاعت هستند یگانه نانآور خانوادهشان یعنی پسرشان غورامرگ شد امروز شوهر این زن نمی تواند به کارهای خواجگی یا دیگر کار مشغول شود زیرا زنی در بستر بیماری پایبند بودش را نگاه بین می کند و آنها دیگر منبع درآمد ندارند این زن امروز بعد 1 سال پیشتر بعد آنکه به سیل روده گرفتار می شود عملیات جراحی را پس سر می کند و امروز در حالت بسیار وزنین است چون که هنوز شکم آبروان دارد نمی تواند خود حرکت کند حتی خوراک بخورد شوهرش مجبور است زن را پوره نگاه بین کند و باز دکتران به او تشخیصی به اصطلاح مردم گریجه دیسک را ماندند که این زن بعد خشکیدن آب شکمش مجبور است به شهر دوشنبه رود و عملیات 3 جراحی را گذراند این زن بسیار ارمان ها دارد بسیار نالش ها دارد اما در برابر این امید از مردم سخاوتمند امید از مردم خیرخواه نیز دارد که برای شفا یافتن او کمک خود را دریغ نمی دارند زیرا دوام 3 سالی که آنها فرزندشان را از دست دادند الکی این 3مین عملیات جراحی است از بس که عائله یگان منبع درآمد ندارد از لحاظ اقتصادی بسیار تنگ دستی میکشند و به گفت نزدیکان این خاندان تا به امروز خویشان و پیوندان یک مقدار کمک کردند اما کمک آنها نمیتواند زن را تا شهر دوشنبه برد و عملیات جراحی در پیش بوده را گذراند